محترم حبیب الله تبارف، امام علی رحمان رهبری دولت تاجیکستان را بر عهده دارد و طوری می‌دانیم او بعد از 2 هفته انتخاب در وظیفه رئیس ولایت کولاب ماه نوامبر سال 1992 در اجلاس 16 شورای عالی رئیس این شورا و همزمان با از بین بردن اداره ریاست جمهوری سردار دولت انتخاب شد. اما آیا درست است که در اجلاس دپوتات‌های خلقی ولایت کولاب در سال 1992 در جای خالی شده رئیس ولایت نامزدی شما قبل از نامزدی امام علی رحمان پیشنهاد شده بود و خود شما از گرفتن این وظیفه دست کشیدید؟ اونجا دا پیشایی اول مرا رفتن از ساعت 5 ساعت خوالین برداشته آوردن برای رئیس کردن. میرزا علیفه باید عذر میکردن. او وقت نمیپرسیدن تامی سنگک سفر و لنگری رفتن. من میخوام که همه ماشین خدمت خاتمیون گفتم نمیگریزم جو شما برید. ما عقب قدشون اومدم مرا درو وردن یک 15 کس شتگی بود. همین سنگک سفر رو گفت که اکا بلو گفت یگون سوال نمیتی یگون نه نمیگوی همین چیزی که ما میگیم همین گفتگی ما رو قبول میکنه. که همین جای میرزا علیف در رئیس اوبیس گفتم که همین کرسلو دا میبخشین. ما یک بار شتگی ما پیش رئیس اوبیس بودم دیم بار گفتم شتنم گفتم خدر معقول نیست که سنگک خدارامتی گفت که اکا بلو ترا اوگو کردم که سوال نتی گام نزن. داشتم که همه اتومات قدشته گیا شتیم خستن هرس بعد برفتن گفتن که سپارش دو چند کسا که برین میرزا علی فبکوین برین دکتاتور رو فیروز کرد. این همین که دیگه برو اومدن عقب میرزا علی روز تاب بگرم اونجا شتم هیچ کس دیگه نمیاد. یعنی بحر شما برو اومدن؟ نه خیلی مرا گفتن که گام نزد سوال نته بشی گفتن نمیجا اوقاتم آوردن اوشم آوردن رحمتی لنگریف گفت که اکا 100 گرم عرق میخوریم من گفتم نه بیگاشین نیافتن میرزا علیفه سنگک خودش اومد. بعد من پیش خودش دروم ما گفتم مرا توقع قبول کن باشتیم. بعد ما گفتم که اکا ما 2 سال کالونی گفتم 3 سال کنی وقت 5 کالون بودم شده بارو گفتم ما کالونی گفتم همین یک زای گفتم همین ما اب نداره که بیام همین استاد با بشینم. خیر با گفتم جهت زای که وظیفه شما دائمی نیست موقتی گفتم خیلی نتوزر مجبور میکنیم من روزی میشم دیگه پگای نمی تایم جبرای مرا میگیرن میپرونن میگن که خیلی سنگک بود چون که تمام ایم خوالینگی ما مایم گفتم این عقوبت چه فکر که چی میشه. بعد قدم فکر کرد خیلی گفت که خاکی برا خونت گفت غم نخ برا خونت گفت پیش کودکات لازم شد گفت بعد فیروز میگه. اما امام علی رحمان را چگونه رئیس ولایت انتخاب کرده؟ برای امام علی را رئیس کردن یک 10 کس کمیسیون کرده قرونتی برای کان پیش سنگک شد که روزی که بود رفتم پیش سنگکشون گشتن اومدن جمع شده مورم فیروز کردن. همونجا دا که مصلحت شد که ای سنگک بگه ای فیضلی روزگیشون گرفتیم مالش همین رحمان فقط وای میمونی. اما کاتبی امون الله بود عین الله بود یک تا همین پرزیدنت دا کاتب کار میکرد آخر وقت عین الله نعمت دپوتات بود با همون مجلس اشتراک داره. بعد همونجا کاندیداتور رحمان فقط گذاشتیم همین عین الله رحمتی برآمد کرد گفت که همین نمیشه گفت این جوانه همین جا گفت همین کاندیداتورای همین حبلو تبرج گذاشتن در کار گفت خیلی تجربه کاری داره گفت یک چند سال همینجا کار کرد گفت همین قصور کاتب رایکون کار کرد گفت خیلی به هر حال تجربهش هست گفت که عقلش میرسه همین کارو داره خیلی جوانه گفت ولی با فکر ما گفت اینجا ایستادن در کار که من روز در او خستم ما دو ما گفتم ما ای وظیفه ات کس کردگیم ما ای وظیفه در نمیرم این وظیفه را من نمیتونم کرده سین سال ما رفت است نمیشه. بعد هم در قفیده ما کرا ما گفتم امیر رحمان و بچه جوانه تشکیلاتچی بقوت برآمدش بسیار با عقلانه گفتم. بعد همونجا همه طرفداری کرد روزگیره دادیم کمیسه روزگیره دادیم و خستیم 3 در اومدیم در خاطر نیست که کی نامزدی امیر تکلیف کرد امام علی را و فکرم رئیس کمیسه که رفته بود همون بود آیا خفای وای ما خستم نام نامزدی را طرفداری کرد. ما گفتم همین بچه در همین سیاسیوی ریسپوبلیکایی گفتم بسیار برآمده نظم کرد نسبت خوب داره جوانه گفتم تعریف کم دو که در وقت نمیشه بی همون گپور همونجا گفتم نامزدی را گذروندیم رئیس اوبلیس کنیم. اونجا رفتیم 316 دو با مرم رئیس 3 انتخاب کردن و همونجا تو همون 3 را گذروندن و همون را رئیس انتخاب کردن و من رئیس کردم 3 روز با در تردوی کنشکش امضا کردم قراری همون 3 را امضا کردم اینم تردوی کردیم در تردوی کنشکش رحمان همچون رئیس ما بودم وقتی ما در چی انتخاب شد رئیس پرزیدنت شد. گویا وقت وکیلای ولایت کولاب 3 میگویند سنگک فرمان میتند که اگر راهبری به دست نگیرد
هر کدامتون سرتون میبرن همین گپ درست بود؟ اینا جیان خان حالی زنده بود یک چرا تشکیل کردن یک کمیسیون دپوتاتی را که باید این نابود برفتیم. ما همه دپوتاتای ولایت کلوب دپوتاتای شورای اولیش در اوبلیس پالکوم جمع کردن. جیان خان همونجا مرا سردار دلیگاسیا تعیین کرد. گفت که عمل نابود همون سیاست گفت جواب سوال همش گفت بازیمه همین آدم سردار شما گفت همین قطعی میروید. همین قگاب شد اوج آوردن من ایرپورت در ورتالوت سوارمون کردن. ورتالوت روز پرید ترمیز. خیلی تو رفتیم اینجا کدیم اونجا عبد کدیم بیگاشی. ترمیز یکم قسم شما پیشواز گرفت. ترمیز دم مورا همه ازبکو معاون رئیس ولایت بود می کسی بود که یک کس پیشواز گرفت. وزیر دفاع نه. باز میگم پیشواز گرفت بعد تو بگره ما در اونجا استودیم. بیگاده گفتن که سمالوت وزیر دفاع اومدگی در همین سمالوت بشینین شما هم سمالوت میبرن. کجا؟ کجا؟ ما رفته در سمالوت واشتیم که وزیر اومد. احمد وزیر اومد و خاتم سلام علیک کرد. اهنومی اسلام غنی چای عبدغنی چای خیلی سخنو گفت. بعد ما برآمد کردم مینداری کردم برای سخنای نگفتنشون خیلی همچون که سردار دلیگاسیا برآمد کرده گفتم. همین وقت بود که وزیر خبر دادن که سنگک اومده. وزیر ایما عذر پرسید گفت که من اکای سنگک گفت پیشواز گیرم برآمد بریم. رفت یک 15 منوت پس قدی سنگک یک جای اومده در ترمیز اومدن در سمالوت در اومدن. بعد همون جدا وزیر گفت که ما گپو همشه گپ زدم گفت خیلی من مرا نشون داد دست که من یادم گفت من دو که رحمت گفت. بعد سنگک سرکات سنگک بعد خیلی بسیار گپورا گفت جنگ جدال و همین طورا گفت که گپ یکتا اگر همین سفر همین مسئله را در لنوبود حل کرده نیومدیم بدون اینکه در ایرپورت کلوب همه تا میپرد با اومده گشته گفت که اکای حبیبالله فهمید گپ مرا گفتم فهمیدم حل میکنیم گفتم خیلی پادم چو حل نمیکنیم همین قطعی ما را بردن سمالوت قطعی خوجان رفتیم گرفتن گاسین صحبت تقسیمون کردن. بعد سحری گفتن که رئیس اوبلیس پالکوم فیروز دارد جغز دست است. ما خسته پیش رئیس اوبلیس پالکوم رفتیم گفت که حاضر گفت سمالوت تیار است گفت شما همتون گفت سمالوت بشینید گفت کلوب پریده میرین گفت برای اینکه رئیس ولایت کلوب جیان خان گفت پشتن پراندن. ما یک چون چی شدیم ده یک برای گپ شنیدیم و بسیار وای ما زیر کرد. بعد خیسیم رفتیم اونجا جنازه را گذروندیم. خیلی گپای بسیار رسید. ملا حیدر داد وای بسیار کرد که سفر نوبتی مرا میپرونن. برال آرام کردیم وقتی مرا ما خیست گشتیم اومدیم. وقتی که در ترمیز بودید وزیر دفاع ازبکستان با سنگک بعد اومد این معلومه که بابای سنگک پیشتر هم با اون وزیر شناس بودن چند بار رو داشتن. سنگک نامش مشهور شده بود که دوره معین داشت. چند بار می کدوم کماندرو قتی ازبکستان هم رفته اومدگی بود. برای می اون نظم میشناختن. اون نامش هم نظم میدونستان خیلی هم نظم میدونستان. حتی اون وقتی که گفتن که سنگک بیرون اومده وزیر هم گپش تمام نکرده این جوش پرید گفت که من اکو سنگک پیشواز. خود شما با همون وزیر چند بار واقع کرده بوده؟ همون یک بار. شما مثلا وقتی که هم کمکای ازبکستان می اومد یاری بسیار رسانده بودید برای گرفتن هم کمکو. من یگون کمک به یاردم نکردم یگون کمک به ارالشم. به نظرتون برای چی مثلا هم ازبکستان هم کمکای به کلوب کرد؟ مثلا اردو اونو میداد و بازم سلاح و اسلحه میداد. خوی کلوبا اینو این اپوزیسیا گرفت کلوبا را پاره همه را بس کو بلاکاده کرد کو کلوبا. اونجا مردم تخمی جوربی و تلخه و هم خیلی چیز میخورده گشتن. ریشه الاف ده موندن. من خودم از اون جمله خودم اونجا بودم این جمله من خودم هم تریشیدم. اینا برای همین ازبکستان یک دوره میان همین وضعیت فهمید راست هم سمالوت قطعی اونجا روان میکرد اون ایرپورت کلوب. نه که اون کی قبول میکرد کی تقسیم میکرد اوش روسیه حکومت نمیداد. به هر صورت اونا بسیار میخواستند که مثلا فرانت خلقی غلبه کند بر ضد این اپوزیسیا هم نه ازبکستان می بسیار میخواد. یک بار جنوبی اولی برآمد که در یک مجلس گفت که همون رحمت همون کیدا رفیق کریموف ده گفت که همین وضعیتی حاضرای مورگو ایمودا او خوبتر میدونه. هر روز تلفن میکنه گفت میپرسه گفت دل برداری میکنه بسیار گپای ناز گپ زد. یک وقت همون مجلسی همین وزیر رو ببینید مثلا ما میبینیم که در همین مجلس ها و جمع آمدهای تنتنوی بخشیده به این یا اون جشن بسیاری از نفرایی که همراه رئیس جمهور در اجلاسه خوجند بودن دعوت میشن ولی چرا شما دعوت نمیشن؟ منم همه علم کردگیم همین است که همون کارو با اشتراک داشتم. یکی از مبارزان فعالی برقرار کنی حکومت قانونی بودم لیکن در این چورابینی ها دعوت نمیکنن. من بسیار علمم کردگی بسیار گیلمندم از همین اپارات پرزیدنت که
همش میدوند میشناسد لیکن در این چورابینی دعوت نمیکنه. حتی پارک بینوی آدمای عادی پریگلاسیتیل دوران مرا اگونگاز فایرون نکرد. بار آخر با پرزیدنت کی واخردید؟ با پرزیدنت سالی 2009 کدام یک چورابینی بود اونجا فایرون کرد. همون چورابینی با مرا علاوه اونجا جر زد، اونجا آدم‌ها بسیار بود، جر زد شوخی کرد که یک رقص کرد. من دیگه رقص میبرویم. من بازو پومو میمونم که اگه نگالتون شرمندشم در پیشون. همونجا مرا پرسید که همین قصولی که همین راهبری در دوره سوویتیان که راهبری کلام بودی، یک رئیس اسپالکوم بودی، یکم کتیب رایکوم بودی، رئیس اوبیسپالکوم بودی، در همین دوره کار کرده. از همون دوره باتی چی موند؟ که جمال شریف هیچ خدای شکر فرزندم همه فرزندم مونده. گفتم خانه آبادم اویلا همه به شکر میکنم. مرا با چالا میکنه نه بسیاری پنسیونر را آدمایی را که یک کپک در کار نکردگیان، غارتگر، دزد، دشمن، حرام، همه آدما را در کنورت 300 یا مبلغ $100 پول شد دختر برده میتن توفه میکنن. اینوم پرزیدنت برده میتن رو کی میتن که من نمیدونم که اینوم پرزیدنت برده میتن. ما حیران میشم میگم اوخی این افسوسی این مهنت های ما که نگودم مهنت های ما هم 150 سومش در نارزه که یک مرتبه نمید امیرشو میرالی سردار دستگاه بود همونجا یک چی چورابینی بود همونجا رفتم کرا گفتم که تامی مردک گفتم کی گفتم تو خیلی چون همین مرا همین چورابینی رو تکلیف نمیگفتم. نه خب قد همین غارتگرای دزدوی هنوز ما گفتم قدر نداشته باشم یگون چورابینی در فرودم نمیکنم خگو ای پس گو فرودم میکنم. بعد همون یک بار فرودم کردم. فکر میکنید که همه خود جناب عالی همه چیزا با خبر از خود امام علی رحمان همه چیزا با خبرن؟ فکر میکنم که جناب عالی همین زورا نمیبینن. ما همین خیلی خدمت حس میکنیم. لیکن رحمتی سالی سردار دستگاه بود یک بار رفتم پیشم گفتم ماما نظر همین گنرال پروکورور سببش ما شدم که گنرال پروکورور یک بار سبب فیروز کان لنوبودا پگاس هاری بود قبولش نکرد. ما درومدا در سیچه خودم درومدا همین شیف کلونا و گوارد کردم که گفتم یک بار صحبت کردی قطعش روز اولی تاریخ دوباره گام نشود گفتم ناز نمیشه. خیلی وقت که او آدم عادی بدولی گپور روی روز گفتن ممکن بود. بعد با اثر نباید موندنم جوشت گفتم که چرا گفتم همین چرا بینو در مرا فرود نمیکنین. همین یک کسی گفتم که یگون تین فایده نآورده فقط ضرر آورده او را پول میتینو. خیلی با مهنت حلال خودم ما در نزد خدای تعالی وجدانم تازه که قسم با همین 8 فرزند میخورم که ما از یگون کس پورا نگرفتم در وقتی هم روبری هم وقتم. من لینچی متین بودم. من فکر میکنم که من شخصی ایواز نشوندم. گفت که همون روی خط هم میبریم همین کلام میگیره خط میزنه. ما گفتم همین روی خط تقریب میشه گوره هم میرم کلام میبینم. گفت ها میبینم. خیلی گفتم ببینه گم نیست گفتم راست کار اگر ای بولو لوی باشه گم نیست گفتم. گفت که خاک گفت که خفه نشه شک نکو گفت ما اینجا وسو گفت خودم گفت نظارت میگیرم خودم حل میکنم. که همین بالا برای صحبت بسیار جالب برای بازگویی خاطرهای بسیار جالب با شما تشکر. نمیارزد رحمت. و شنونده ارجمند در همین جا فرصت جدا شده به برنامه ما به انجام رسید و این هم من عبدالقیوم قیومزاد مسئول تهیه و تنظیم این برنامه برایتان روز و روزگاری خوش تمنا دارم.